خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خیلی 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 عالی باشه. قراره توی این ویدیو راجع به حمله پنیک صحبت بکنیم، چون شما پرسیده بودین که اگر خودتون یا کسی در اطرافتون دچار حمله پنیک بشه چه کاری باید انجام بدین توی اون لحظه. اول از همه بذارین اجازه بدین که یک توضیح کوتاهی راجع به اینکه حمله پنیک اصلا چیه تو بدیم و بعد وارد این بشیم که باید چیکار بکنیم. توی یک لحظه به صورت کاملا ناگهانی یک ترس و اضطراب شدیدی روی جسم و روان شما سایه میندازه. توی اون لحظه انگار یک قطع ارتباط با واقعیت میفته، یعنی شما به دنیایی از اضطراب پرت میشین. لحظه‌ای که پنیک میشین رو معادلش رو توی انیمیشن اینساید اوت 2 یک لحظه که رایلی دچار حمله پنیک میشه رو خوب نشون میده، یعنی قطع ارتباط با همه احساسات و فقط اضطرابه که اون لحظه فعال. خیلی ها فکر میکنن توی اون لحظه دارن سکته میکنن، خیلی ها فکر میکنن که چند لحظه چند قدم بیشتر فاصله ندارن تا مردن، اما حمله قلبی نیست، این فقط یک حمله پنیکه که بعد از اینکه تموم میشه این علائم هم تا حد زیادی ازش عبور میکنید. معمولا خیلی کم پیش میاد که علائم جوری باشه که شما به اورژانس احتیاج پیدا بکنید، پس معمولا خطر جانی هم نداره و قابل کنترل و درمانه. بنابراین شما اگر دچار حملات پنیک هستید میتونید با دریافت کمک حرفه‌ای تا حد زیادی از پسش برمیون و ازش عبور بکنید. حالا اگه خودتون یا کسی از اطرافیانتون درگیر حملات پنیک باشه شما چه کاری میتونید انجام بدین؟ در حین رخ دادن حملات پنیک، اون لحظه‌ای که خودتون یا طرف مقابلتون اگر همراهش هستین میگه ضربان قلبم داره میره بالا، یه اتفاقی داره میفته، این چند تا نکته مهمه. اول اینکه خب معمولاً اگر که شما در کنار فردی باشین برای اون فرد ممکنه اولین بارش نباشه و وقتی اولین بارش نباشه این ترس و اضطراب شاید بیشتر هم حتی باشه. من میخوام 6 تا قدم بهتون بگم که با انجام این 6 تا قدم میتونین تا حد زیادی به خودتون کمک بکنین. اگر خودتون دچار حملات پنیک هستین یا اطرافیانتون کسی هست که دچار این حملات میشه، این 6 تا قدم رو انجام بدین حین رخ دادن اون حملات. من فقط میخواستم ازش مواظبت کنم. قدم اول، قدم اول گفتن کلمات همدلانه، اینکه من کنارتم، اینکه امنه، همه چی اوکیه، نگران نباش، ازش عبور میکنی، این فقط یک حمله است، نه تو نمیمیری. یه سری جملات هست که افرادی که دچار حملات پنیک میشن مدام با خودشون مرورش میکنن، اینکه این آخرین لحظات زندگی منه، من دارم میمیرم دیگه، بعد از این تموم میشه. شما دقیقاً توی این مرحله و قدم اول یه آگاهی راجع به این جملات داشته باشین و به نوعی بتونین همزمان با هم قدم با کسی که داره حمله پنیک رو تجربه میکنه قدم به قدم باهاش همدلانه این مسیر رو بگذرونید. قرار نیست شما همیشه کنار اون فرد باشین، این نکته خیلی مهمه، قرار نیست شما همیشه کنار اون فرد باشین. پس توی همدلی های خودتون این رو در نظر بگیرید که من اگر بگم نه من همیشه کنارتم، قطعا همیشه کنار اون فرد نیستید. یک همدلی رو که واقعا میتونین انجامش بدین رو برای طرف مقابل فضاش رو فراهم بکنید. قراره کسی که کنارتون دچار حمله پنیک شده بتونه به طور مستقل از پس حمله پنیک خودش بر بیاد و توی فضای درمان این اتفاق میفته. بنابراین اگر شما یک همدلی که دوزش خیلی بالاه و دیگه همدلی نیست همدردیه، مثلا گفتن واژه‌هایی مثل اینکه من همیشه کنارتم، نمیدونم نگرانش نباش تو
همیشه منو داری و اینها، قاعدتا توی لحظه حمله پنیک شاید بتونه خیلی کمک بکنه ها، ولی شما خبر ندارین که دارین باز والدینی رو انجام میدین برای کسی که دچار حمله پنیک شده که این باز والدینی بیشتر آسیب پذیریش رو افزایش میده. حالا جلوتر که میریم براتون توضیح میدم و این قضیه براتون واضح میشه. مرحله دوم که خیالتون جمع بشه. پس مرحله 2 خیالتون جمع بشه از اینکه اون فرد در یک جای امنی قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه معمولا حین حملات پنیک فرد ممکنه تعادلش رو از دست بده، بدنش یهو ول کنه، یا مثلا حرکاتی که به صورت غیر ارادی ممکنه اتفاق بیفته. پس شما سعی کنین قبل از شروع حمله پنیک یا در حین حمله پنیک خیال خودتون رو از این قضیه راحت بکنین که الان یه تکیه گاه داره و جایی قرار نیست سرش بخوره، بدنش یه جای سیفی رو داره و میتونه این حمله رو توی این جای سیف ردش بکنه. مرحله 3 ازت میخوام که با شخصی که دچار حمله پنیک شده یا اگر خودت کسی هستی که دچار حمله پنیک شدی این تمرین تنفسی رو انجام بدی، ولی یک پیش‌فرض و یک نکته داره، اونم این که اگر تو شخصی هستی که با کشیدن نفس‌های خیلی عمیق دچار سرگیجه میشی، اینو بدون نباید نفس‌هات سطحی باشه، نباید اونقدر عمیق باشه. تو باید مرز این دوتا رو پیدا کنی و خودت میتونی این کار رو انجام بدی. و توی اتاق درمان هم درمانگرا همین کار رو میکنن. یعنی برای تو یک مرزی وجود داره که مثلا اگر با فاصله 5 ثانیه تنفس، 2 ثانیه نگه داشتن و 3 ثانیه بازدم ممکنه احساس سرگیجه بکنی، این 5 ثانیه رو مثلا میکنیم 4 ثانیه، این 5 ثانیه رو مثلا میکنیم 3 ثانیه. قراره با کمک هم دیگه یک عددی رو پیدا کنیم که تو در اون میتونی نفس بکشی. این نفس کشیدن رو از اون حالتی که سطحی نفس کشیدنه و خود سطحی نفس کشیدن باعث میشه اضطراب تشدید بشه خارجش بکنی، ولی نه انقدرم عمیق نگه داری اون تنفس رو که دچار سرگیجه بشی. نه، خودت میتونی این مرزش رو پیدا بکنی. مثلا 5 ثانیه رو امتحان بکن، 6 ثانیه رو امتحان بکن. حتی اگر که در نزدیکی فردی هستید که دچار حمله پنیک شده، توی لحظه پنیک ممکنه که نتونه این عددها رو همراهی بکنه، ولی شما میتونین با الگو دادن بهش این کارو بکنید. میتونی صدای منو میشنوی؟ اگه صدای منو میشنوی امتحان میکنی با همدیگه مثل همدیگه نفس بکشیم و سعی کنین الگوی نفس کشیدن رو شما اجرا بکنید. تنفس دهانی با تنفس بینی هم فرق داره. شما معمولاً ابتدای امر تنفس رو از بینی امتحان بکنید، نه از دهان. یعنی چی؟ یعنی از دهان خارج بکنه بازدم رو، از بینی دم رو بگیره. حالا توی تمرین های تنفسی که وجود داره و توی اتاق درمان هم توصیه میشه که اجرا بشه، تمرین های تنفسی مختلف رو میتونید با مراجعه اجرا بکنید. اون تمرین مخصوص مراجعه رو در بیارید و در واقع یک الگویی که مراجعه بعد از اون هم بتونه خودش وقتی که تنها بود اجرا بکنه بدون اینکه از ترسیدن براش اتفاق بیفته. مرحله بعد اینه که گفتم بهتون یک قطع ارتباط با واقعیت اتفاق میفته و شما دقیقاً حین حمله پنیک تلاشی که باید بکنین اینه که تا جای ممکن سعی بکنین مراجعه رو از اون حالتی که داره قطع ارتباط براش اتفاق میفته برگردونین توی واقعیت. ولی این کار رو با راه انداختن گفتگوهای طولانی انجام نمیدیم. اینکه بخوای بگی چی شد اینطوری شد، برام توضیح بده فلانی چی کار کرد، یا مثلا بخوای سوالای این مدلی ازش بپرسی که کلی توضیح بخواد، نه. اتفاقا باید سعی کنید توی حمله پنیک سوالات بسیار کوتاه جواب باشن. درمانگرها همین کارو میکنن، سوالات بسیار کوتاه جوابن، با بله خیر حتی الامکان، حتی با اینکه سرشو بالا پایین کنه بتونه جواب بده. شما اگه همراه کسی هستی که در واقع داره این حمله رو تجربه میکنه میتونی این کار رو انجام بدی. قطع ارتباط با واقعیت مگه اتفاق نمیفته؟ پس شما برای اینکه این واقعیت رو برگردونی لازمه حواس 5 گانش رو فعال بکنی. حواس 5 گانه رو چطور فعال میکنی؟ مثلا اگر یک بطری خنک داری، این بطری خنک رو به دستش یا به پاهاش
بذارین و بهش بگین که این بطری رو میتونی نگهش داری، این بطری رو میتونی نگهش داری و فشارش بدی. حالا با کسب اجازه از خود اون فرد، اگر که بهتون اجازه میده مثلا دستش رو بگیرین و بهش بگین که گرمای دست منو میتونی احساس بکنی، این فشار کمی که به دستت میارم و میتونی احساسش بکنی. ما از این کار هدفمون همین هست که این قطع ارتباط با واقعیت اتفاق نیفته و حتی الامکان مراجعه و اون شخصی که داره حمله پنیک رو تجربه میکنه بتونه احساس کنترل بر وقایع داشته باشه، حتی اگه این کنترل محدود به حواس پنجگانه خودش باشه، مربوط به حس کردن یک جسم خارجی باشه. مثلا توی حمله های پنیک معمولا وقتی خیلی خیلی پیش میره ممکنه اون قطع ارتباط با واقعیت اتفاق بیفته، ولی این کاری که بهتون گفتم و سعی کنین انجامش بدین تا تاثیر شگفت‌انگیزش رو ببینید. بعدی مرحله پنجم مثلا حتی آب خیلی میتونه کمک کننده باشه. من معمولا از مراجعان میپرسم که الان دوست داری آب بیارم حالتو خوب میکنه؟ یادتون باشه وقتی که حمله پنیک اتفاق میفته چیزی که بیشتر از همه میتونه شخص رو به هم بریزه اون واکنشی که شما نسبت به حمله پنیکش دارید. گاهی اوقات نسبت به حمله پنیک اطرافیان واکنش خیلی شدیدی نشون میدن، یعنی اون اضطراب خودش وجود داره و شما یک اضطراب چند برابری رو نشون میدین، در نتیجه اون اضطراب هم خودش تشدید میشه. سعی بکنین اگر که شاهد رخ دادن یک حمله پنیک هستین آرامش خودتون رو حفظ کنین با این نگاه که وقتی آرامشم رو حفظ میکنم در کنارش با یک دید همدلانه کنار این فرد هستم، فرد میتونه با دیدن آرامش من رو تقلید بکنه. گفتم از آب خنک هم در صورتی که خود فرد انتخابش باشه میتونین استفاده بکنین. مثلا این آب خنک رو یک دستمال خنک بردارین و این مثلا بزنین توی یک آب خنک روی دستاش بکشین، روی صورتش جاهایی که مثلا خودش میخواد بکشین، یا حتی اون آب رو به خودش بدین بنوشه ازش یا مثلا به صورتش بزنه، اینها هم میتونه اوکی باشه. و مرحله ششم و مرحله آخری که براتون دوست دارم بگم اینه که حتما فراموش نکنید که اگر علائم عجیب بود، مثلا افرادی که چندین مدل پنیک رو تجربه کردن و علائمشون رو عجیب گزارش میکنن، مثلا ممکنه یک دردهای عجیبی اتفاق بیفته یا بیهوشی اتفاق بیفته، حتی در اون صورت شما بعد از اورژانس کمک بگیرید. یادتون باشه که بهترین درمانش معمولا روان درمانی هستش. چند جلسه روان درمانی میتونه به بهبود علائم کمک میکنه، به اینکه فرد بتونه خودش این اعتماد به نفس رو پیدا بکنه که من خودم میتونم از این حمله عبور بکنم. عادتاً وقتی این اتفاق بیفته تا حد زیادی فرد خود حملات پنیکش کاهش پیدا میکنه، چون حمله پنیکی مدلیه که ترس از ترسیدن هم منجر به بیشتر شدن اون حملات میشه. اون احساس از پسش بر اومدمه که توی اتاق درمان اتفاق میفته برای مراجع جا بیفته، خود این ترس فروکش میکنه، در کنار اینکه حتما و قطعا گاهی هم اگر که لازم باشه با دارو درمانی و ارجاع به روانپزشک حملات پنیک را همزمان با روان درمانی درمان میکنید. اگر که خودتون تجربهش کردین یا اطرافیانتون تجربهش کردن، کسی رو میشناسی، حتما این آگاهی رو باهاش به اشتراک بذار و تنهاش نذار. من یه چک لیست هم آماده کردم که این چک لیست برای کسانی که اتاق درمان دارن و مراجعهشون توی اتاق درمان پنیک میشه میتونه مفید باشه. از اینکه موقع پنیک چه کاری انجام بدن تا اینکه چه چیزهایی رو لازمه که چک بکنن اون لحظه. یعنی خود درمانگر هم لازمه برای حملات پنیکی که ممکنه مراجعش توی اتاق درمان تجربه بکنه یا آمادگی رو داشته باشه. این چک لیست میتونه بهتون کمک بکنه اگر درمانگر هستین و دوست دارین که این چک لیست رو داشته باشین، یا حتی اگر مراجعین و دوست دارین آگاهی پیدا بکنین میتونین کپشن رو مطالعه بکنین. نمیدونم که توی کپشن جا بشه یا نه، اگر که موقع ضبط ویدیو که نمیدونم توی کپشن جا میشه یا نه، اگر که توی کپشن جا میشد که براتون توی کپشن میذارم، اگر که جا نمیشد یه عددی رو میذارم که شما عدد رو بفرستین تا من چک لیست رو کامل براتون بفرستم. یادتون باشه مهمترین نکته در مورد پنیک اینه که پنیک خطرناک نیست ولی ترسناک هست و با کمک گرفتن و آگاهی قابل درمان.
حملات پنیک نشونه ضعف داشتن یا نشونه اینکه شما یک آدم ضعیفی هستین هم نیستن. حملات پنیک نشون دهنده اینن که من برای مدت زمان طولانی روانم، جسمم دردهایی رو تحمل کرده و اضطراب نشون دهنده اون دردهای عمیقیه که من سراغشون نرفتم. بنابراین روان درمانی میتونه بهتون خیلی کمک بکنه توی این مسیر تا بتونید از دل این اضطراب ها، اون احساساتی که مدت هاست به دوش میکشین رو در آغوش بگیرین و عبور بکنین. نکته آخر هم این رو بگم، حملات پنیک لازم دارن که شما به عنوان کسی که همراه این فرد هستی و حتی خودت اگر دچار حملات پنیک میشی اینو بدون که اگر کسی داره همراهیت میکنه، این همراهیه رو تو باید دوزش رو تنظیم بکنی. ما 2 تا طرحواره فعال توی حوزه پنیک داریم که طرحواره آسیب پذیریه، که طرحواره وابستگی. هر دوی اینها در حین حمله پنیک فعال میشن و تقویت میگیرن. اگر که همراهی فردی که کنار شماست بیش از اندازه باشه، خب قاعدتاً اون حالت وابستگیه و اون حالت ایمن سازه به شرط وجود این فرد فعال میشه در شما. از این حمله کنترلم رو از دست بدم، دیگه به زندگی عادیم بر نمیگردم. ما انتظاری که داریم، همراهی که شما میگیرین، دوزش رو خودتون باید تنظیم بکنین. یادتون باشه که این دوز همراهی اندازه‌ای باشه که شما بعد از اون بتونین اگر یک زمانی تنها بودین و دچار حمله پنیک شدین، از این حمله پنیک عبور بکنین. حتی امکان شما باید راجع به خودتون این اطمینان رو کسب بکنین و این اطمینان رو میتونین توی اتاق درمان نسبت به خودتون پیدا بکنین. درمانگر هم در واقع میتونه یه الگوی مناسبی برای اینکه شما چقدر میتونین از طرف مقابل حمایت بگیرین و تا کجای مسئله دیگه نباید حمایتی بگیرین و به خودتون متکی باشین باشه. یعنی توی اتاق درمان هم میبینین که درمانگر طوری با شما رفتار نمیکنه که شما حس بکنین بعد از اینکه حمله پنیک رو ازش عبور کردین، درمانگرم اگه نبود من عبور نمی‌کردم. نه، اتفاقا بعد از حمله پنیک تو اتاق درمان شما با خودتون فکر میکنین که بالاخره من تونستم از پس حمله پنیک خودم بر اومدم و ازش عبور کردم. شما هستین که از پسش بر اومدین و درمانگرتون فقط یک تسهیل کننده بوده، نه اینکه اصل کار رو درمانگر انجام. موفق باشین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظراتتون رو حتما میخونم، برام بنویسید.